چالش روز سوم رنگ‌های خنثی هستش. رنگ‌های خنثی بسیار سیف و قابل اعتماد و امن هستش. اگر می‌خواین جایی رو دیزاین کنین و خطای کمی داشته باشه، بهتره از رنگ خنثی استفاده بکنین. در رنگ خنثی دستتون بسیار بازه و میتونین تنوع زیادی به کار ببرین و اگر میخواین از رنگ استفاده کنین بهتره از تاچ‌های رنگین مثل تابلو، اکسسوری ها، کوسن استفاده کنین برای اینکه تاچ رنگی ایجاد بکنین. خود رنگ‌های خنثی هم سرد و گرم دارن. رنگ‌های سرد در خنثی شامل دودی، توسی، خاکستری، نقره‌ای، شیری و سفید هستش و رنگ‌های گرم در رنگ‌های خنثی کرم، بژ، شنی، کرومی، برنزی، قهوه‌ای و مشکی هستش. بنابراین اگر یک دکوراسیون مطمئن، امن و با خطای کم رو میخواین بهتره از رنگ‌های خنثی استفاده کنین و رنگ‌هایی که میخواین استفاده کنین رو به صورت تاچ رنگی در اون به کار ببرین.